طرز تهیه خوشمزه ترین همبرگر دنیا با این دستور خاص. مواد لازم: گوشت چرخ کرده گاو با چربی حداقل 20% 500 گرم، زرده تخم مرغ 1 عدد، پیاز رنده شده و آب گرفته شده 1 عدد، سیر رنده شده 2 حبه، فلفل سیاه پرک شده و یا پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، پاپریکا 1/4 قاشق چایخوری، کره در دمای محیط 2 قاشق غذاخوری، نان همبرگر، گوجه فرنگی حلقه شده، پیاز حلقه شده، برگ کاهو، خیارشور در صورت تمایل، سس مایونز، سس خردل، سس کچاپ در صورت تمایل و ورقه پنیر. برای داشتن همبرگر فوق‌العاده آبدار و خوشمزه و نرم حتما از گوشت چرخ کرده با حداقل چربی 20% الی 25% استفاده کنید. زرده تخم مرغ رو به گوشت اضافه کرده، همچنین پیاز رنده شده رو اضافه کنید، سیر رنده شده رو اضافه کنید، پودر فلفل سیاه، پاپریکا و نمک رو به میزان لازم اضافه کرده و تمام مواد رو ورز بدید تا کاملا مخلوط بشه. سپس روی یک سینی رو کاغذ شیرینی پزی بکشید و از گوشت شروع به فرم دادن توپک های گرد بکنید که هم سایز هم باشن. سایز توپک ها یعنی سایز همبرگر به سلیقه خودتون هستش. بعد از اینکه تمام گوشت رو به صورت توپک های گرد فرم دادید، با کف دستتون آروم روی گوشت ها رو فشار بدین تا به صورت همبرگر در بیاد و گوشت ها رو از کنار فرم بدید تا به صورت گرد و یک دست در بیاد. سپس با انگشتتون وسط همبرگرها رو به آرومی به داخل فشار بدین و حالت فرو رفتگی ایجاد بکنید. این به خاطر اون هستش که وقتی همبرگرها رو سرخ میکنید، همبرگرها دیگه به صورت گنبدی در نمیاد. روی همبرگرها رو کاغذ شیرینی پزی کشیده و برای حداقل 1 ساعت به یخچال منتقل کنید. برای سرخ کردن همبرگر مقداری روغن زیتون روی همبرگر بریزید، همچنین مقداری نمک و فلفل سیاه پرک شده روی همبرگر پاشیده و تمام زیر و روی همبرگر رو آغشته کنید. تابه و یا ظرف گریل مورد نظرتون رو روی اجاق گاز به حرارت ملایم رو به بالا قرار بدید و اجازه بدید داغ بشه. مقداری روغن داخل تابه بریزید، مقدار روغن خیلی زیاد نباشه. همبرگر رو داخل تابه گذاشته و اجازه بدید برای مدت 3 الی 4 دقیقه یه طرفش سرخ بشه. دوستان اگر میخواین همبرگرتون کاملا